السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وجه محترمي شاست منا إن شاء الله بآخر مانده زيافتنا إن شاء الله. İnşallah bismillah. Boş ko'tarma boş. Bosh ko'tarmay bosh. Mana maşallah mana sho'rva. Xudoton puxta etmang. Maşallah. Dastaton darmanadilar mana. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Baraka yaxshimisiz? Rahmat, sizlar. Alhamdulillah. Bismillah. Alloh rozi bo'lsin mana. Maşallah. Bismillahirrohmanirrohim. Mana Doğanbarcha xizmatanda maşallah. 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 Oshi suxi. اشتهای تمام باش حاجا. من اوش همه رسید الحمدلله. این تای تمام حاجا محترم. اوش چی است؟ ماشاءالله. اوش سوخ ایسا تمام زده ماشاءالله. من از زندولی اکو بوجک برم شنوندگی منه. ماشاءالله. این کای میوه میدارم موشه دکه. من بوجکم اوریخسیم. من سيتبت شيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوجه محترم بیماران خوده فقط گوش کنتون شد. گوش اندازه گوشتون دامن شود دامنتون مایل جمده است. یک نجفتگی چیز مهم میگم ان شاء الله. من زیارت مدینه منوره فضل الله که تعدو کردم فقط روزمون ان شاء الله زنها میدارن وقتی با بولداد پیشتر ان شاء الله مرزو کده میداریم ان شاء الله. الله نصیب کنه. اوای با حاضر مهم عبادتی که من شما اومدم برای سی اومدم برای عمره کردن. عمره کردن الله تعالی قرآن میگه و اتم الحج والعمره لله. شما ادا کنید حج و عمره برای کی؟ برای الله.
برای الله شما حج و عمره ادا کنید. انا که حالی هم به وقت ما نیت کنیم فقط برای الله حج کردن، یگان خودرشانتی برای نوم پیدا کنیم، برای همه حاجی گود نیو، فقط برای الله حج کردن و نیت کنیم. حالی هم وقت ما حج محترم این عمره که انشالله من شما فردا میکنم 4 تا فرض شای 4 تا رکن شای نغزه که گوش کنید. کسی که همه 4 تا یک تا رکنش نمیکند حجش حج نمیشه، نمکوره میشد یا اینکه خزدار میشد یا اینکه جریمه میسپرد. برای همه مهمش ما یگان جریمه سپردن محکمانه، خطا کردن محکمانه، چون که ما خدمت شما داریم. یگان کس ما حکمانه که خطا کنه. یکمین رکنش انشاءالله فردا ساعت 11 شاید هماتون غسل کرده و بازی کرده، ناخناتون باشد، ناخناتون گرفته حالا یک شده سوم میزنید، شامپو میزنید، توسته شده احراماتون رو پوشید. برای زنها لباس، برای زنها لباس احرام مخصوص شده. لباساتون حلالک باشد، توسته باشد، رفت باشد، یعنی بدنتون ننمد، سونی تنگ نباشد، فراخ شود. ممنیده شده شرطشه یعنی لباس حلالک شد، تو نباشد هم توسته نمازی باشد شد. دیمش تنگ یکی یعنی بدنتون چسبایی نباشد. سیمش سنده که یکی بدنتون ننمد. اوجی مهم چیز بوده. اوجی شنید مهم چیز. شنید این مهم چیز شما در کاری. مایده. لباس یکده فراخ باشد، تنگ نباشد، سنده نباشد بدنتون ننمد، رفت باشد، سنی حلالک نمازی باشد. شد انشاءالله. دیگه یکان برای زنها لباس احرام شد. برای مردها باشد دو تا منم چاچق منم. برای همه چاچق یک تشه لیبا میکن، یک تشه ایزار میکن. بدنتون رو بیغز هر ده همه دیگه یکان چیز نمیشه. نه اتفاق یکان چیز میپوشید، نه پیپاق میپوشید، نه توپی، نه حدیقه یعنی تمشیقه که میشه. اما توپوی میکشه فقط شما خیره آدم ها باشد هرچی انداختن رسد. دیگه یکان چیز بوده نمیبرید. پیش احرام لباسش پوشتن میتونید عطر زنید، خوشبویی مالید سرهاتون و لیکن بعد از لباس احرام پوشتن نیت کردن دیگه بعضی چیزهای حقیقی من شما کردنش ممکن نیست. عطر زدن ممکن نیست، ناخن گرفتن ممکن نیست، موی سر کندن ممکن نیست، مو تراشتن اکجایی که نباشد ممکن نیست، گپ سخت زدن ممکن نیست، جنگ کردن ممکن نیست. انسان یعنی طول میشه. یگان حشکشتن ممکن نیست، یگان حشرات یک درخت شاخ درخت حتی شکستن ممکن نیست. شما وقتی احرامنده باشید یکم ارزیتی عمره این سه احرام پوشیدن نیت کردن. بعدها همه ما غسل میکنیم، نماز پیشینه خونده آمده، غسل که تیار میشه نماز پیشینه خونده آمده تیز قبل میکنیم و احرامه پوشیدن سنبای تیار کنیم. هفته روز چون که دنده میبیاد اگر 2 روزه باید خفامونه کنیم من شما رفته عمره کردن را تا سهر و سپید نمیکنیم. اونجا رفته سانه بعض ما خطا کنیم، یک تا آدم خطا کرده یک تا بسمن کشتنش کنیم. بسمن قیمت هم دلت بوده یک دار امرتی من خطا کردم به حق ما نیست. برای همه فردا از دو نگذرد حرکت کرده عده 11 اوزه سر کرده قصد کرده توسته شده نماز پیشین خونده و فقط اوقات میخوریم و مردم احرام میپوشیم و درام میپوشیم سوپای فضاده میپوشیم حیات کرده. یعنی یکم فرد سیده است احرام پوشیده و میره ذوالخلیفه مسجد ذوالخلیفه میقات. الان میقات رفته دراز میکنیم نیت میکنیم لبیک اللهم عمرة لبیک اللهم عمرة لبیک اللهم عمرة. هر بار همون کلمه نیت فرزنم الله من عمره برای چه قدم لبیکیون آمدم. این همه ما برای عمره کردن آمدم برای کی؟ برای الله. و دعا شاید اللهم اینی ارید العمرة فیسرها لی و تقبلها منی. الله من برای تو عمره کردن رو نیت کردم، عملهای عمره را برای من آسان کردم و از من قبول گردان. من همه دعای میخوانم انشاءالله یک کمین هر دو شما میگذرم. یعنی احرام پوشیدن نیت کردن هر دوش یک تا رکن میدم.
yakın farzش bajo میاد sonra avtobus so'rashida لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويوم تلقي ويوم إن شاء الله أريد بلند برماجنا فردوما سعيدا تو حرام مسجد الحرام مكة دينا حمد تلقي كتبير الله شام دام ميگرم او مردكو اوزي بنان كتي او که هر یک درختوی شنوندگی حتی ما تصویر می زنها در دلتون کتی همین تلیه گفته میره و وقتی که رهن تهارتتون شکنند به ملال تهارت کلید میشه به ملال تهارت شکسته از که تهارت کلید ضررش نیم فقط احتیاط میکنید که احرامتون با دلی بی نماز نشد یا لباستون زنها بی نماز نشد اونجا رفتن ایمان خونه می درویم او خود میخورم خانه‌های تقسیم کرده جو میشه بعدا برآمده دیم فرض میگیرن بسیار انسان خطا میکنن مکه رفته اوقات خود خانه برآمد احرامشون کشته سرای تنشون پوشیده خو میرن سر تن پوشیدن ممکن نیست دیگه سر تن زنها آلیش کنید میشن این افضلش آلیش نکنید اینکه زنها اگر فرهند بشر که یک لباستون بی نماز شود چرکی شده موند دستیزن شما آلیش کنید میشن اینکه مردها احرام کشته دیگه سر تن پوشید شما نروشی نکنید یک گوسفند قصد یک گوسفند گردنتون واجب میشه عمرتون نقصاندار میشه کفارتش یک گوسفند میشه لیکن احرامتون بشر رسمو شود دیگه احرام پوشید میشه اینکه توپه پوشید شم پوشید کرته پوشید دونه که شما نروشی نکنید یک گوسفند کشتنتون واجب میشه منتونه مردم یکی که در آمده شما دستیسی مکه در آمده باید مرو غسل اوبوزی کنید میشه فقط سون نمیزنید اوبوزی کنید میشه عرق کرید بشد رهنده اوبوزی میکنید چوچون کتر بدنتون با میکنید بازگه احرام پیچرنگ میکنید دیگه لباس پوشیدن ممکنیه زنهای من برای همه اگر سیسه میبرویم راست مسجد الحرام مکه میرم کعبنده 7 بار طواف میکنید 7 بار طواف میکنیم این فرض کنجی حجر الاسود سر میکنه بسم الله الله اکبر بده چیت کعبه 7 بار چاپ میزنه بسیار انسان یکم روز کعبه دیده دلش بوم میزنه من داوود رفته ارزو میشکنم چاق میکنم کعبه موچی میکنم میگوی التماس زنها فردا صبر کردن فردا صبر کردن همه کار نکردن فردا فقط ما چیت کعبه چاق میزنه طواف میکنه میبینید اونجا بعضی حجر الاسود به داوود بعضی مقام ابراهیم موچی کسیان فردا ما فقط 7 بار چاق میزنم خلاص دیگه فرضش ادو میشه یکم فرضش نیت کرده احرام پوشیدن نیت کردن دیگه‌اش 7 بار چیت خانه کعبه طواف کردن مردها یکی چپک شده میگیرن وقتی طواف کردن بعد از طواف کردن یک چیت کعبه گذاشته پشت مقام ابراهیم انده 2 رکعت نماز میخونه نمازی مقام ابراهیم نیتی نمازی مقام ابراهیم 2 رکعت یکم رکعت بزن سوره بعد از سوره فاتحه سوره قل یا ایها الکافرون میخونه دیگه رکعت بعد سوره اخلاصه قل هو الله احد اگر ندارید کدام سوره سمت کنید میشه مردها یکی پشته 2 رکعت نماز میخونه کعبه الله دیده ادم دعا میکنه ثانی بعد از این او زمزم میخوره او زمزم خوردن سنت او زمزم سیره تقسیم کرد بسم الله گفته ما او زمزم لما شوری بله او زمزم خوردن گفته بسم الله گفته هر یک چیز نیت کنید الله نیتتون میرسونه تمام سه که دعا کنید الله دعا رو قبول میکنه بهترین دعا ایمان رسید الله تقوا رسید جنت رسید مغفرت گناه رسید دیگه عملیاتتون نیست خلاص همه چیزتون های الحمدلله فقط ما کمچنین نرسگی عبادت ما کم ذکر ما کم عملهای صالح ما کم الله فقط جنت رسید فردا فقط مغفرت گناه فقط توبه رسید انشاءالله الله امید میکنم که دعای من شما فردا قبول میکنه بعد از مقام ابراهیم کده شدن یعنی نماز خونده شدن او زمزم میخورن سوره که بگشت مردها اثرات کم تر ریختن سنت زنها نیم زن فقط مردکو سوره ابراهیم کوه صفا برآمده کعبه الله دیگه دعا میکنه کوه صفا کوه مروه میره رهنده سه تفر زنگاره کمونگی همونجا هم در سرچه میگو
اسماعیل علیه السلام کودک بودن که ایرسگیره بی هاجر مادرم آب بکن آب کفته ایلا بیان برانده آب نمد نظرشون ایلا بیان همه خیلی 7 ماه رفته اومده همون جای سیتمار که بودگی مردها سیکر قدم کتنیده و زنها عبد رامی گردید خلاص بسیار چپماش ده تیزه سیکر اما دوادنش سنت میدوم کوهی مرمه میرسد امکانیت شاید کابل دیده دعا میکنم امکانیت نباشد دعا نکده ذکر کنم میگردم هرم خیلی 7 ماه رفته میبینم یعنی از صفا مرمه رو یک میشد هم مرمه میبینیم 2 3 4 5 6 7 بار کوه صفا مرمه رو میبرویم بعدم برآمده صفا مرمه که این 3 رکنش بود 4م رکنش 3 موی سر گرفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند که مردها رسول الله ای رسول الله بعد از عمره موی سرامه پس کنم افضل می یا اینکه تراشم افضل میگفتند که رسول الله گفتند الله رحمت کند تراشتگاهی کند ای رسول الله پس کنم میشد گفتند که الله رحم کند تراشتگاهی کند این مورد پرسیدند ای رسول الله پس کنم میشد گفتند که الله رحمت کند تراشتگاهی کند چهارم بار پرسیدند که رسول الله پس کنم میشد گفتند که الله رحمت کند پس کردگاهی لیکن کسانی که موی سرشون میتراشند 3 بار دعا کردند نگوید که من کل بیزیر میشم این خوشی میشه انشاءالله نزد الله هندش خیلی که انسان روزدار بوی دهنش نزد الله هنده اموش کامبر بهتر انسانی که عمرند کل میشد همه خوشروترین دیده آدم خوشرو نزد الله هنده شاید الله هر یک طور موی سر ما گناه همه مغفرت کنم ولی همین نگوید که من بعد 3 روز کل میکنم مزه که تراشید یه رخص کنم زنهای میتراشونا بیا زنها اندوم میله ها تا یک چله بگو خیچه بکنید میله تو توپ بکنید اندوم گاش برم خواهد اندوم گاش برم خواهد گرفته خیچه بکنید تمام انشاءالله باید توپ بکنید لوله ها داده تقورچه میکنید موسه با میپرید موسه رسی بکنید موسه با میپرید مردم کو بسیار میشه که انچه تقورچه میگه یک بکنید ازول حسن میگه موسی را یادم خونانه موسی رو بپرید sonra بعضی ها قایده میکنن یک پیرک قیچ کنیش در کن یک زنک شودار قیچ کنیش در کن ایران برومان در کن بگون هر یک از میتونه خودش قیچ کنیدن میشه فقط جوی نماز نخرطونه هر یک خونه که قیچ چه خرطون قیچ چه خرطون ولی قیچ کدن قیچ کدن انشاءالله قیچ میکنید هر اون که سون میزنید دیگری الله مبارک کنید حاجی شدید که تبریک کنید میشه بمرانه چند رکنش بوده است 5 تا 6 تا 4 تا کدام بکر ایران پشت نیت کدام دیو تواف هفته شد هفته کامل تواف کدام سیه ابو مروان سعی کدام شد اون سر گفتم 5 الحمدلله خلاص ان شاء الله نوخد پوچه که درم نشد میلیم وقت برندم بعد از نیت کردم چرا؟ این دستم فرمانی رو نمی اتر علی کلان داره میشم اتر نمیزنی سون چی؟ سون نمیزنی اتر نمیزنی مو نمیکنی دانشویا چیزی بود را حرکت میکنی کو نمیفهمی تو عمره کده شدنم مبادا که زنهایی که شریعت بهش نیست بزرگدار باشید به نماز حالتتون باشد هر دو نیت میکنید میمانخانه رفته دم میگیرید شما طواف لیبرایتون 2 روز می 3 روز می خب مدتتون نداشتن دم میگیرید مدتتون نداشت شود اون ما میگید از این سال 2 کس میشتم 3 کس میشتم برده عمره کننده میبینیم شما جدوی هر دو کار که ناموز کده عمره نگیرید که ممکن نیست حرام همه باشد به نماز حالتتون باشد کار نکردی فرو میزن میکنید میمانخانه رفته دم گرفته شد بلتون مطمئن میکنم نیت عمره زنده است هرچی بدل حال خودم رو کنشم انشاءالله خودم رو حال کردم میشم 2 روز دم میگیرم ببینم حالت دیده شاید همون یه که عمره بدل میکنم یا اینکه اگر میرفته باید 4 تا تکسه سوکی مونم رفته من همونجا نیتش رو میگم انشاءالله مرده هم بسیار من هرچی بدل میکنم تو موی سروشونه یکم نیته روشن اول شما تراشید بعد 3 روز اگر عمره بدل گیرین چقدر که باشد خودش نیته روشن یکم معامله انشاءالله اما ما فهمیدم یکم سوالای نفهمه بودن های به موقع مرنده میده یا سوال
و میشه بی مروف تو کشتون میشه سرتروش مردم سرتروش خونه هم میشه حرامنده یا انسان کسی سنده اما هر شکلش انشاءالله میگیریم همون کابل 5 ریال به ایداره شد مردم 5 ریالی چه براتون میگیریم آمده من مدینه منوره 3 روز لباس شغله همین دو اوجه گفته که باید زورتای کردم پروردگار زورتای به درگاهش قبول کند پروردگار عزیز من حفظ دوملو خونده دیدن هر دو ساعت دین ده به صورتی مکه الله میره اساسی کارمون در هم مکه الله میشن همون دوملو گفته این چیزه همه ما حاصل نیست همون کاره کردن در کرکی آمده سوا میرون که خزدار شد نبرده برای هوای همون دوملو احرامای روشان دادگیه چکل که باشد مردکو همه خیل زنکو همه خیل کرده استاد من پروردگار 4 روز لباس همین دوملوهاش 4-5 تا یگیتون خدمت کرد پروردگار تنی جونشان ساخت داد عمر رزقشان برکت داد پروردگار 18000 هم همین موج بیل کرده باشن الله تعالی نوای عباچه کشورن همه خیل خوشی خوشنوای بینن من همین باید نیت کرده آمده من امروز چاق زنانه آمده قوش کرده قوره همه باقی خوبای با خرمونده توب کرن خدمتچی ها انی چوخانچی ها همه هاشون تنی جونشون ساخت شد امر رزقشون برکت داد سیکی نیتشون باشد پروردگار به نیتشون رسوند و همه ما همین امید کرده چند ساله امیدوارم جامعه عمل بشه آمده همینجا نشسته نیت کردن پروردگار چینجا امانت کشویش کرد ما یکم سرباز ما هم پرزیدنت ما که همه خیلی آزاد کرده دادن من بجای وقتی شورای بودن شورانده هیچ کی امید کرده بوده بای همه ما گذشته برفته که همین جایه من پروردگار نیره بچه که ما همینجا مناسب زیست الهان زمان ما تین شد آسمان ما مسافر شد هر یک طرف 80,000 خلق سوخه همین سوخرابجان همینجا آورده بردم پروردگار یار شود اما آدم تنی ساعت خاطر جمع کرد هیچ از شاید نقص بزرانده من مکه الله در آمده و مدینه منوره در آمده و برامسده خیر مزه میکنه خیر رمزه خیر مزه خیر برامدن همه ما درست الله